چی طور باید عینک‌های از آفتاب محافظت کننده را انتخاب نمود؟ عینک‌های از آفتاب محافظت کننده اشیاء زیب و زینت نبوده مواد اولین درجه انسان می باشد. استفاده این نمود عینک‌ها برای ضرر نیافتنی چشم از نورهای آفتاب در منطقه‌های جنوب و بلندکوه بیشتر ضرورند. موافق معیارهای اروپایی عینک‌های از آفتاب محافظت کننده با 5 گروه جدا می‌شوند. گروه 0 عینک‌های سیاه نکرده شده که چشم را تنها از نورهای اولترابنفش حمایت می‌کند. این گونه عینک‌ها روشنایی را از 80 تا 100% می‌گذرانند. با گروه یکم عینک‌های منسوبند که خاصی آفتابی فعالند. آنها نور آفتاب را از 43 تا 80% می‌گذرانند. برای هوای گرمی آفتابی روشن عینک‌های با گروه دوم منسوب بوده لازم است. آنها نور روشنایی را از 18 تا 43% می‌گذرانند. با گروه سوم عینک‌های داخل میشوند که برای هوای گرمی آفتابی تابستان ضرورند. این گونه عینک‌ها نور روشنایی آفتاب را از 8 تا 18% می‌گذرانند. هنگام استراحت در ساحل بحر یا در دامن کوه پربرف که نور آفتاب از آب و برف عکس می‌بردارد از عینک‌های با گروه 4 منسوب بوده استفاده بردن مفید است. آنها نور آفتاب را از 3 تا 8% می‌گذرانند. از سبب خیلی سیاه بودنشان آنها بر رانندگان توصیه داده نمی‌شود. رانندگان باید از عینک‌های با گروه‌های دوم و سوم منسوب بوده استفاده برند. اگر شما چنین عینک‌ها را از بازار خریدنی شوید دانسته مانید که تنها مقدار اشیاءهای زیب و زینتتان را زیاد می‌کند و خلاص. زیرا آنها چشمهایتان را از آفتاب محافظت نمی‌کند. برعکس گوهرک چشمتان از حالت مقرریش دیده وسیع‌تر می‌شود و ضرر می‌بیند. هنگام انتخاب به نمود ظاهری آن نیز اهمیت دهید. فراموش نسازید که عینک‌های جلوداری با نیکل روی پوش کرده شده در بسیار موردها به پوست رویتان ضرر می‌رساند. شیشه‌های عینک‌های از آفتاب محافظت کننده دو نمود می‌شود. از مواد پلاستیک و شیشه. فرقیت کلی بین آنها نیست. تنها یگانه برتری که مشاهده می‌شود آن است که عینک‌های شیشگی صفتشان را دیرتر گم می‌کنند، خراشه نمی‌شوند. به رنگ آنها نیز دقت مخصوص باید داشت. شیشه های رنگ سبز و کبود خصوصیت آرام کنی را دارند که این در رنگ های سرخ و نارنجی مشاهده نمی شود. استفاده شیشه های زرد مخصوصا در هوای آفتابی خیلی عجایبند. اطراف در نظرتان باز هم روشن‌تر می نماید. انتخاب درست شیشه ها به طبع شخص نیز وابستگی دارد. مثال 62% نفرانی پرسیده شده طرفدار انتخاب رنگ های سبز، کبود و خاکستر رنگند. به عقیده آنها این رنگ ها خصوصیت آرام کنی را دارند. رنگ سرخ بلند را کسی خوش ندارد. چیزی از همه مهم هنگام انتخاب عینک این انتخاب درستی اندازه آن می باشد. باید فراموش نساخت که عینک ها نه تنها گوهرک چشم بلکه پوست گرد و اطراف چشم نیز باید محافظت نماید. اگر عینک از اندازه خرد باشد احتمالیت پیدا گشتن آژنگ ها در اطراف چشم مشاهده گردد. بعضی ها گمان میکنند که عینک های کلان حسن را میکاهاند. این نادرست است. برعکس این نمود عینک ها چشم و گرد و اطراف آن را زیادتر محافظت می نمایند. عینک های از آفتاب محافظت کننده می تواند دور و دراز خدمت کند. اگر آنها را درست نگاه و بین نمایی شیشه های آن را با لطه خشک و ملایم پاک نمودن لازم است. آنها را بعد از استفاده بردن حتما در غلافش نگاه داشتن لازم است. در یاد دارید که ناوابسته از اندازه سیاهی روشنایی گذرانی عینک هیچگاه راست به آفتاب دور و دراز ننگرید. تحلیل ها نشان می‌دهد که استفاده عینک های از آفتاب محافظت کننده به هر یک نفر ضرور است. دانسته مانید که تاثیر طولانی نورهای اولترابنفش آفتاب به چشم به بیماری‌های گوناگون از ضرریابی گوهرک سرکرده تا سرطان چشم آورده می‌رساند. در آفتاب روشن چشم انسان مخصوصاً گوهرک آن تیز خسته می شود. دور و دراز زیر روشنایی آفتاب گشتن به آب روی چشم
و پیدا گشتن اوژنگ‌ها در گرد و اطراف آن آورده می‌رساند. تحقیقات‌های علمی طب نشان می‌دهد که نفرانی از چنین عینک‌ها دائم استفاده می‌برده کمتر به بیماری‌های چشم گرفتار می‌شوند. برای آنکه چشمتان همیشه بینا و زیبا باشد و همیشه از تماشای این عالم رنگین لذت برید، عینک‌های از آفتاب محافظت کننده را درست انتخاب نموده استفاده برید. اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.